انسان‌های واقعی که قدرت ماورایی دارن مثل اونجرز و اینا. بریم ببینیم. خانم اما چن از کشور چین توانایی بهبود فوق‌العاده سریع داره، یعنی حالا یه تیزی بکنید سریع خوب میشه، نه اونقدر سریع ولی نسبت به جراحات شدید زودتر خوب میشه. ورونیکا سیدر قدرت دید خیلی قوی داره و تا 20 برابر افراد معمولی میتونه ببینه و گفته شده که میتونه تا فاصله 1 مایلی رو هم تشخیص بده. ما جینگ جنگ چیه آقایی؟ دارای مقاومت الکتریسیتیه و میتونه ولتاژهای خیلی بالا رو بدن خودش عبور بده. جان چنگ از اندونزی هستن که میتونن الکتریسیتی زیستی رو از بدنشون عبور بدن. یعنی چی؟ یعنی مثلا سیم برق مثلا بذار یه جاش و یه جا دیگهش میتونه مثلا چه میدونم یه لامپی رو روشن کنه. ناتاشا دمکینا از یه زنی از روسیه هستش که دید اشعه ایکس داره و میتونه تشخیصات پزشکی بده. جای میل یه توانایی خیلی خاص داره و میتونه بیماری پارکینسون رو بو بکشه و واقعا این تونسته این بیماری رو توی افراد مختلف حتی همسرش خودش هم تشخیص بده. این که چجوری بو میکشه حالا یه جور بو خاصی حالا ولش کن. ایرو مانتیرانتا یه اسکیباز حرفه‌ای از کشور فنلاند بوده که به تقلب متهم شده چون که به طور طبیعی تعداد بلبل‌های قرمزش بیشتر بوده و باعث استقامت بیشتری می‌شده، ولی بعدا معلوم شده فقط یه بیماری ژنتیکی بوده. خیلی کوتاه بگم یه سری از افراد مثلا میخوان اسکی و دوچرخه و اینا چیز کنن، میرن بالای کوه و بالای اون سرما قشنگ ورزش میکنن که تعداد گلوبول‌های قرمزشون بیشتر میشه و اون خون و همون بالا از خودشون میکشن و میان پایین به خودشون تزریق میکنن که بتونن درست برن. این فرآیند خیلی جالبه. آنتونیا بوگورسکی خیلی عجیبه، البته از تابش مستقیم پرتو شتاب دهنده ذرات که از مغزش عبور کرده زنده مونده و از اون موقع به بعد بدنش در برابر لیزرها و اینا ایمن شده. و در آخر میروسلاو ماگالا ادعا میکنه میتونه اشیاء فلزی رو به خودش بچسبونه، یعنی یه قابلیت مغناطیسی داره. لایک کن